استقلال دولتی برای رشد تمام ساختارهای حیات جمعیتی زمینه مساعد فراهم آورد. از آن جمله جهت دانش آموزی و کسب اندوزی و بلند برداشتن موقع بانوان در جامعه تدبیرهای ضروری راه اندازی گردیدند. محض دستگیری دولتی زنان امکان داد که سهم این قشر جامعه در رشد تمام ساحه‌های کشور نظررس است. امروز زن طبیب، صاحبکار، مهندس و اقتصادچی، حقوقشناس و طراح و در وظیفه‌های راهبری کننده صاحب مقام است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مهنت زنان و بانوان را قدر نموده، اندیشه و افکار، قابلیت و استعداد و صداقت و جسارت آنها را درک کرده پیوسته دستگیری می‌نمایند. حالا در مملکت بهر رشد مهارت کسبی و زیاد نمودن اشتراک بانوان در وظیفه‌های راهبری کننده، برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران بالایقت در جمهوری تاجیکستان قبول گردیده جهت رشد استواری فعالیت زنان و بانوان روانه کرده شده است. در زمان استقلالی کشور زنان تاجیک مسئولیت اداره‌کنی را به صفت اعضای حکومت و پارلمان، نماینده مقامات سودی، حفظ اجتماعی، آموزگار، طبیب، عموما در تمام ساحه‌های خواجگی خلق امروز کار و فعالیت نظررس نموده ایستاده‌اند. واقعاً برای جامعه‌ای که زیاده از 49% را زنان بانوان تشکیل می‌دهد، این سند اهمیت مهم و دولتی می باشد. برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده جمهوری تاجیکستان هم این یکی از برنامه‌های مشخصی است که امروز توانست که در دوران صاحب استقلالی کشور صف زنان راهبری کننده را در سطح جمهوری تاجیکستان بیش از 90% بلند بردارد. یعنی که در سالهای پیش اگر 90 تحلیل کنیم، زنان و بانوان در کم دسترسی به زینه‌های راهبری داشتند و امروز شکرانه آن میکنیم که زن مادر تاجیک امروز نه فقط در تاجیکستان یعنی که بیرون از خارج کشور امروز زنان و بانوان ما کار و فعالیت میکنند، هم شاعره و نویسنده و هم عالمه و تمامی محققان امروز از زنان بانوان ما هستند. با اقدام‌های پیشگرفته حکومت مملکت، گرانت‌ها و لایحه‌های گوناگون دولتی برای رشد فعالیت زنان و بانوان پیشنهاد شده است که این به زیاد گردیدن کارگاه و کارخانه‌های استحصالی در مملکت مساعدت کرده به رشد هنرهای ملی زمینه می‌گذارد. زیاد گردیدن کارگاه و کارخانه‌های دوزندگی از یک جهت در تامین ساکنان مملکت با محصولات وطنی زمینه گذارد، از جانب دیگر باعث زیاد گردیدن جای‌های نوی کاری و به شغل دائمی فرا گرفتن زنان و بانوان خانه‌نشین میباشد. طور در پیام نوبتی پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید کردند قرضهای به زنان و بانوان صاحبکار پیشنهاد شده 30% افزایش یافته در سال 2023 به 4.8 میلیارد سومانی رسانیده شد. جهت بلند برداشتن سطح دانش و آگاهی زنان صاحبکار دایر به فعالگردانی شغل زنان و نقش آنها در بازار مهنت و با کسب و کاری گوناگون فرا گرفتن همین زنان یکی از وظیفه‌های اولین درجه به حساب می رود که امروز زن مادر هنرمند است، صاحبکار است و در تمام ساحه‌ها نقش بزرگ دارد و امروز در صاحبکاران وطنی و اتحادهای جمعیتی که امروز تمام زنان و بانوان متحد شدند و توانستند که محفل‌های را برای جلب زنان و دختران مخصوصاً برای جوان دختران کسب نمایند که امروز با دوزندگی و پزندگی، کسب‌های خانوادگی، گروه‌های قنادی و گلدوزی و چکندوزی فرا گرفته شده‌اند و البته این هم به واسطه برای رشد و نموی فعالیت بانوان کشور مساعدت میکند که امروز بار دیگر برای بلند برداشتن سطح اقتصادیات همین زنان و بانوان ما روانه گردیده شده است. همین است که بانوان تاجیک در برابر فعالیت در نظام خدمت دولتی کارگاه و کارخانه‌های استحصالی و خدمترسانی تأسیس داده همچون صاحبکاران موفق صاحب اعتبار و آبرو گردیدند. در ظرف سالهای صاحب استقلالی شماره زیادی زنان و بانوان لیاقتمند و بلند اختصاص به خدمت دولتی و اداره‌کنی دولتی جلب کرده شدند و این روند من بعد نیز ادامه داده می شود. مادران، پدران ما را ضرور است که امروز در تربیت فرزندان مسئول باشند. تربیت از عائله سرچشمه میگیرد. اگر فرزند در عائله خود تشکل و تربیت یابد، البته در جامعه نفعش میرسد و مخصوصا زنان و بانوانی که در صاحب معلومات هستند، صاحب معرفت هستند و دیده می شود که البته در این عائله انمون کودک یا که
духтар аст ё писар аст рушду нумӯи камолоти хуб меёбад ва дар ҷомеа ҳам тезтар мавқеи худашро пайдо мекунад. имрӯзҳо дар тамоми шаҳру ноҳияҳои кишвар занону духтарони соҳибкасбу соҳибмаърифат дар соҳаҳои маориф, тандурустӣ, соҳибкорӣ фаъолияти назаррас дошта дар самти роҳбарӣ низ сол то сол шумораи онҳо меафзояд. нақши занону бонувон дар пойдории сулҳу субот, ҳифзи арзишҳои милливу фарҳангӣ, дар ниҳоди фарзандон тарбия намудани ҳисси ватандӯстӣ, ифтихори миллӣ, инсондӯстиву масъулиятшиносӣ, инчунин пешгирӣ кардани омилҳои номатлуби иҷтимоӣ муассир аст. зикр бояд кард ки имрӯз зани тоҷик бо хираду офаридгорӣ, меҳру муҳаббат, самимият, тамкину сабр, иффату ахлоқи ҳамида, тарбиятгарию бунёдкорӣ нерӯи бузург ва созандаи ҷомеаро роҳнамоӣ мекунад. бо дар назардошти рушди босуботи кишвар, дастгирии давлатии занон минбаъд низ идома ёфта, барои соҳибмаълумоту соҳибкасб кардани онҳо чораҳои зарурӣ андешида мешавад. Фаридуни Субҳон, Фарҳоди Восеъ, Ахбор.